یک گروه تندرو اسلامی اعلام کرد که رمزالله خان داداخانوف زندانی فراری و کشته شده تاجیک سربازی همان گروه بوده است. جماعت انصارالله با نشر بیانیه گفت رمزالله خان با تخلص ابو محمد میخواست بعد فرار دیگر باره به صف این گروه به اصطلاح جهادی بپیوندد. رمزالله خان داداخانوف بعد از فرار از زندان شهر خوجند روز 19 ایون در ناحیه باباجان غفوروف کشته شد. او را سال 2013 در تاجیکستان با گناه تروریسم به 20 سال زندان محکوم کردند. جماعت انصارالله یک سازمان افراطگرای اسلامی است که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است و اکثری از آن را جوانان تاجیک تشکیل می‌دهند. و در این باره صحبت داشتم با همکارم مومن احمدی در دوشنبه. مومن، ادعای جماعت انصارالله تا کجا اساس دارد؟ آیا درباره چگونه به آن سازمان پیوستن رمزالله خان داداخانوف جزئیات دادند؟ بله تویر، در اظهارات این سازمان تونگرا درج شده است که رمزالله خان پس از تحصیل در مدرسه های پاکستان با عضویت سازمان انصارالله شامل شده است. این سازمان گفته است رمزالله خان در صف آنها با نام ابو محمد شناخته میشد و تا زمان بازداشتش در سال 2013 یک عضو فعال این سازمان بوده است. قبلا مقامات تاجیکستان دقیق نگفته بود که رمزالله خان عضو کدام سازمان است، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرده بود که او برای جنایت‌های خاراکتری تروریستی داشته بازداشت شده بود و به مهلت 20 سال روانه زندان گردیده بود. واقعا طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جماعت انصارالله یک سازمان تروریستی عنوان می شود. عملیات برای بازداشت رمزالله خان چگونه صورت گرفته است و چگونه او را کشتند؟ ببینید طاهر، شام 17 ایون سال جاری رمزالله خان همراه با 2 نفر از محبوسان دیگر از زندان شهر خوجند قصد فرار کردند، اما هنگام فرار یک همراهشان در پای زد و خورد با پاسبانان محبس کشته شد و یک نفر دیگرش زخمی شده دستگیر شد. اما با وجود آنکه که در پای این زد و خورد یک همراه رمزالله خان و یک پاسبان محبس کشته شد، اما رمزالله خان با وجود آنکه که در خود زخم برداشته بود توانست از زندان فرار کند. پس از جستجوهای 2 روزه بالاخره در کناره شهر خوجند 19 ایون مقامات رمزالله خان را پیدا کردند و طبق اطلاع رسمی اون مقابلیت مسلحانه نشان داد که در پی آن کشته شد. تشکر. مومن احمدی همکارم در دوشنبه صحبت میکرد.